دی بارسلون دی بارسلون. چه خبرته بابا؟ مگه اینجا استادیومه؟ الان صاحبخونه میاد هممون میریزه بیرون ها. مثل که بازی رئال و بارسلونه ها. الان همه دارن نگاه میکنن، حتی خود صاحبخانه هم دارن نگاه میکنن. خسرو اینجاست آقا سفتر، داره فوتبال تماشا میکنه. بازم نشستی پای فوتبال؟ پسر جان میگم جایی که همینجوری بشینی پای فوتبال، خب روی 4 تا تخم مرغ میشستی شاید جوجه میشدن. احساس مسئولیت که نداری، حداقل حس پدری رو تجربه کن. مگه قرار نبود 4 تا تخم مرغ نیمرو کنی واسه نهار بخوری؟ آقا جان خب بگو اسیم بره درست بکنه که حداقل اون موبایلش یکم هم نفس بکشه. فوتبالش حساسه، من نمیتونم برم. من نمیدونم این همه فوتبال نگاه کردن چه معنی داره. مگه چی به تو میرسه پسر؟ آقا جان مگه خودت این همه میشینی سریال تو ماهواره میبینی بهت حقوق با مزایا میدن؟ وقتی امشب از ترکیب شام خوردن حذفت کردم گذاشتمت رو نیمکت ذخیره، میفهمی نباید برای من بلبل درازی کنی پسر. جهت اطلاع بارسلون هیچ وقت بازیکن اصلیش تو ذخیره نمیذاره. لطفا تو نیمروی من یک کمی هم پیازم بزن. خواهیم دید. میگم حالا این بازیکن‌ها این همه رو موکت میافتن دردشون نمیگیره؟ موکت نیست، چمنه. چرت نگو. چمنو چجور پررنگ و کمرنگ کردن؟ آقا سفتر چمنه، با چمنزن اینجوریش کردم قربان تو برم. نه بابا، حالا اینجا کجاست اینقدر سرسبزه؟ جور کن صبح جمعه بریم اینجا یه پیکنیکی بزنیم بابا. آقا سفتر آخه تی بلند میستر، اونجا اسپانیاست، پارک ملت نیست که. ای داد بیداد، بازی دست با چلوفتی تو بزد تو اوت. دست پا چلوفتی ندیدی قربان تو برم من. میگن اون قدیما جنتی داشت با خرش فوتبال بازی میکرد، بهش گفتم مرد حسابی آخه آدم با خر فوتبال بازی میکنه. جنتی گفت خیلی هم خر نیست، الان سهی جلویه. بنازم به جوردی آلبا، عجب شوت جانداری زد. فکر کنم هر روز فسنجان میخوره. فسنجان؟ مثل تو میدونی فرق تو با توپ فوتبال چیه؟ نه آقا جان چیه؟ توپو باید شوت کنی تا گل شه، ولی تو خودت همین جوری شوتی. ده آخه اسپانیا که فسنجون ندارن که. آقا جان مثال زدم، منظورم اینه که رژیم غذایی توپی دارن، کباب و از این چیزا خوب میخورن. ای خدا مردم از گشنگی. راست میگه آقا سفتر، مثل تیم ملی ما نیستن که. یه بار بازیکنان میگفتن قبل از مسابقه با تیم ملی بحرین بهشون کشک بادمجون داده بود. بازی رو باختم قربان تو. اسی جان فرق اونا با ما اینه که اونا آخون ندارن. گفتی آخون؟ اینجا نوشته حوزه علمی گفته 90% روحانیت بیکار هستن. یعنی تا حالا با 10% نیروی شما را بیروز انداختن؟ ولی از حق نگذاریم یه ساخت و سازی هم دارن میکنن. نه بابا، والا ایناش رئیسی فرمان داده که سریع فوری انقلابی 8 هواپیمای 72 نفره بسازن. ای خدا مردم از خوشی. هواپیما؟ براش بنویس شما ویفر رو یه جوری بسازید که اون نخ قرمز رو میکشیم درست باز شه. حالا هواپیما نساختی کله پدرت. اون رئیس جمهور شیش کلاسه رو ولش کنید. تو رو خدا این یه خبر رو گوش کنید. بخون بابا. اخوند صالحی رئیس سازمان تبلیغات عظما گفته برگزاری مراسم عزاداری شادابی و تراوت جامعه را زیاد میکند. پس امیدوارم ننت به عزاد بشینه که همیشه ملت شاداب و با تراوت باشن. گل گفتی بابا. پیاز نیمرو من یادت نره آقا جان. ای کارت بخوری تا.